خواهش من بیا ببین من چه جوری شماها رو دارم میبینم. بیا 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 ببین تلویزیونمو ببین. از وسط مارشملو. پیس آف هیون. چیزی که کلاژ نباشه وجود نداره. همه ذهنیت ها کلاژه. اون تخت سنگ اونجا سنگینه 100 ساله. اینو ببریم سبک بذاریمش اینجا. چیزها رو جابجا کن. کار من اونه. خراب کن بساز. خراب کن بساز. اونی که میگه رو زندگی هم کرده که خب همینه کام برای همین مهمترین نقاش زن تاریخ ایرانه دیگه. اینقدر من بدم میاد که بگی نقاش اول یا نقاش بهتره یا اون یکی بهتره. نه مهم با بهتر. و نقاش زن، نقاش مرد. ببین این جنسیتی دیدن توی وجودتون رفته. نمیتونین بگین نقاش خوب. یعنی من دارم طرفداری میکنم از وجود یک غول بیابونی وسیع با اندیشه های وسیع، استعدادهای درخشان، سلیقه های درخشان و به رسمیت شناختنش و تو داری به من میگی نقاش زن. گوشتو باید کشید الان یا نه؟ خب اینطوری به من بگو. ما باید زن ببینیم. زن لازم نیست حتما بزرگ قهرمان، مثلا جنگجویی که در جنگ عاقبت پیروز شده. حتی زنهای شکست خورده ولی بودن. ببین از این حرفای امولی نزنی. من اصلا ببین اصلا از این حرفای امولی بحثای این ریختی تلویزیونی با من نکن بهمن پور. من جواب نمیدم اینا رو. پوستتونو لباستونو دم در آتلیه در میارین میرین تو آتلیه دیگه. اون وقت نه جنسیت داری نه هویت داری نه نمیدونم، یه روحه که رفته اون تو. اون روح کار میکنه و وقتی میاد بیرون دوباره دمپایی ها رو میپوشه، شلوار لباس اینا، خسته میره توی آشپزخونه سر زن و بچه‌اش غر میزنه که صبحانه دیر شد، چون خودش دیر کرده، زمان از دست میده بیچاره. خب هم تو باید دروغ ببافم دیگه. چی بگم؟